زنم گوداکای ما در کجای؟ این اژدهار چاکای تو در کجای؟ ای آدم خیر ما ترا نمیشناسم. زمانی بود که همیز میستان برف میبرید با همراه اکمل جمعه میشتیم مولتیک پریود میکردیم فقط مولتیک پریود میکردیم. خرجان زیغ نشه ما زندگی مون رنگ پیشتره میکنم. لبه شیر همون مویل سری افتر تک نیمه بگی بیار اکن اوف التماس من یک قنفر بکنه خوزی بیس انا بگو اکن اوف من این مولتیکایی که شما میبینید شریک و مداگاسکار و پهلوان و همون من که رؤوف واه شریف. سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همگی بخیر و شادی باشد. در کجای باشد نباشد روزی خوب و خوش داشته باشید. و امروز یک زنگ تلفنی شد. من راستی گپ همین فکر بسیار میکردم با همین فکر دا چقدر رفتم بعد همین زنگ تلفنی. بزرگا گفتگن که یگام نیکی به ثواب نمیمونه، یگام بدی به جواب نمیمونه. مثال عادی میارم. یک زمانی بود ما یک کینو فیلم کردیم آواره عشق. بینید که 1 میلیون پرسماتر داره. وقتی که اون وقتا دیسک بود بعد در همین راه میرفتیم فقط میپرسیدن که هم کینو رو برو آوردین چند فایده دیدین، هم کینو رو برو آوردین چند فایده دیدین. همون شب روز ما یک دیره ما پیش هم کینو فایده دیگه نمیدیم. ولی پیرات ها میگفتن هم دزدا که دیسک میبردن پیراتس کی میگفتن همین خیلی دست به دست برومد همین خیلی رفت. ما نه فروختیم ولی نه دیدیم دیگه هم نمیدونیم کجا میرفتیم. کینوی ما رفته است در خونه در زوک زاپسو در همه جا ما یکم فایده ندیده بودیم. لیکن زمان شید کی ما همون کینو چندین سال 10 سال پس 11 سال پس همون کینو با ما فایده دیدم. اینا بینید که مهنت ما کردگی به جواب نموند. 11 سال پس اینترنت برومد در اینترنت پرفتم او شوروز کینو را که 1 میلیون تماشا میکردن خیلی پول میشید. کینو کلیپ با کمتر میشود اما وابسته مینو چیدم که مینو درست باشه هم که بسیار تماشا کنن همون قد پول بسیار می اومد. یوتیوب هم خیلی بود. من پول ما گرفتم همون مهنتی که کرده بودم همون مهنتم ریزا شدم جوش اومد که پول ما گرفتم. اینه 10 سال 11 سال پس خدماتم خیلی تود آورد که پولای نخی به هیچ برابر دادک ما خدمات خودش. انا دیدین انا برادرای عزیز زمانی بود که همیز میستان برف میبرید با همراه اکمل جمعه میشتیم مولتیک پریود میکردیم فقط مولتیک پریود میکردیم. این حوزه زمان اجده که برادرای خود دولت روس مسکو میخوان که اینستاگرام و شونو میخوان که مقصد خیلی فکرای خودشونه بود ما دا پول روی کردیم که همین مولتیکا را مقصد دوامش با پریود کردن بگیریم. این مولتیکایی که شما میبینید شریک و مداگاسکار و پهلوان و با چی بود ایجاده چندین مولتیکا رو ما پریود کردیم. شف کودکا و همین مولتیکا رو میگه چند تایش کردیم با دوامش هم برآوردن بگیریم. مقصد ما پلمیتیم شما دا با همراه اکمل جمعه دو گوار کردن پلی ما را دل نروی کردن. این پریود مولتیک منالکای سر شدگی رفته است. حالا استوریای اینستاگرام اوندا میمونه میبینین. خیلی نبینین که هر یک مهنت میکنیم بی جواب نیست برادرای عزیز. اینا ما باید سخت در فکرمون بگیریم که در همه دور و زمان مهنت شرفه، هنر شرفه. باید هنر باموزیم، باید کسب باموزیم، باید کار کنیم. وقتی که کار کردی یک روز پاداش و کارتا میبینی و میگیری. مهنت فکر نکنی که مهنت کردن بیفایده. خداوند باید خیلی توری میکنه که همون را میگیریم. و من چه گفتنم برادرای عزیز تجارت دبو میگذاریم. تجارت ها هسته که در بازار میشینی تجارت میکنی سودا میکنی. پیغمبر خدا گفته که برکت در تجارت. من اگه تجارت نکردم همین کارا نمیدونم برای چی که نکردم. عمری سرم دینه 40 ساله شده من اگه تجارت کردگی نیستم. من نمیدونم. ما در درون شو بیزنس مقصد بیزنسی که در درون تجارتی صنعت دایم. انا آدمایی هستن لیبوسا، آدمایی هستن خوراکا، آدمایی هستن پسودا کوسا و طاق میفروشن. مقصد مسئله تجارت تو میخریم. تجارت زمانوی، تجارت عصری 21، تجارت اینترنتی هممون میدونیم برادرای عزیز. شرکت فابریک هممون میدونیم. این طول 20-25 سال شد شرکت فابریک هست. کار و فعالیت میکنن در مسکو در دولت‌های ابرقدرت کار و فعالیت میکنن.
و تاجیکای خودم هم نیز زیاد بر زیاد هستن. من خیلی و خیلی رو میدونم که صاحب خونه و صاحب ماشین شدن از شرکت فابریک. من طول چند سال شد شرکت قطعی مقصد آدماش قطعی رفت آمد میکنم، دو گریف میکنم. خی گفتم که 551 نیست. آدمی که حلال کار کنه در همه جا برکتش خداوند میده. برای هم گفته برای پیغمبر خدا گفته که برکت در تجارت. آدما رو دیدم که راست قلبی کردن، راست کار کردن، صاحب خونه، صاحب ماشین، صاحب دو دستگاه شدگان با چندین تا کارگر دارن در تای دستشون. انا اپای زلاله ما کار و فعالیت میکنن در همین شرکت فابریک. اینا رقمشون هم در کار قبول میکنن، هم شما زنگ بزنید شما دا مصلحت میتین که چیکار کردن در کار در همین تجارت اینترنتی. شما دا مصلحت میتین نفرانی که در خونه با امینای همین زنها که در خونه نشستن بکارن. مقصد که زنگ بزنید مصلحت مفید به شما میتن میودن. هم صاحب مبلغ میشین، هم صاحب زندگی خوب میشین، هم پیش هیچ کس محتاج نمیشین. همین آدم همین زمان هم میشیده اون میگن که پل چرکی دسته یکم گفتی سعید دیدی که بوم برام در همین چرککای همون چرککا که باشه با زندگی خیلی خیلی خوب میشه. برای همین این رقماشون اپای زلاله در شرکت فابریک کار و فعالیت میکنن. ما شما رو توصیه میتونم زنگ بزنین. البته که مصلحت خوب میتن، یک تجارتکاری خوب میشین در آینده. این هم یک نمود بیزنس، یک نمود تجارت دنیوی ای برادران. یگان کس گفتگی نیست که تجارت حرامه. تجارت حلال، حلال کار که خداوند حلال رزق میده. باقی سربلند خانواده باشین، در کجای باشید زنده و سربلند باشید. خدا نگهبان.